هنری دیوید میگه که دو نوع قانون هستش، دو نوع قانون وجود داره. یک قانون کشور، قانونی که در کشور بر اساس قرارداد اجتماعی که ژان ژاک روسو مطرح میکنه بین مردم و بین دولت و حکومت و حکم کنندگان، حاکمان برقرار هستش. قانونی که در قانون به صورت قانون کشور ما اون رو میشناسیم، قانون اساسی و قوانین زیر مجموعه. و دومین قانون قانونی هست که بالاتر، مقدستر و پیشتر و برتر از قانون کشور هست. اون هم قانون وجدان هستش که هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی در درون انسان‌ها در زندگی اجتماعی وجود داره. میگه که اگر روزی و یا دوره‌ای این دو قانون با هم در تضاد باشن، یعنی قانون کشور با قانون وجدان در تضاد باشه، فرد مجبور هست که قانون وجدان رو ارجحیت بده به قانون کشور. یعنی اگر مسائل و موارد و بی‌عدالتی هایی رو در قانون کشور مشاهده کردیم، بایستی به قانون وجدان خودمون به قانون وجدان خودمون مراجعه بکنیم و در مقابل اون بی‌عدالتی و ظلم به پا خیزیم و نافرمانی کنیم. یعنی تمرد بکنیم از اون قانون کشور تا اون قانون کشور، تا قوانین اون کشور که بی‌عدالتی رو توسعه میدن و بر اساس ظلم بر انسان ها حکومت میکنن و حکم میکنن، به پا خیزیم و اون رو اصلاحش کنیم.